دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قرار فصل پنجم کتاب رو بررسی کنیم، فصل Partially Supervised Learning، و ببینیم که اصلا این Partially Supervised Learning یا همون Semi Supervised Learning یا به فارسی یادگیری نیمه نظارتی یعنی چی. قبل از اینکه وارد خود یادگیری نیمه نظارتی بشیم باید بدونیم که البته میدونید که Supervised Learning چی هستش. ما در یادگیری Supervised یا نظارت شده فرض می‌کنیم که برای تمام نمونه‌های آموزشی برچسب در اختیار داریم، یعنی یک دیتا ستی داریم که یک سری نمونه داریم و یک برچسبی، مثلا یک جمله‌ای داریم: این فیلم عالی است. برچسبش اینه که این فیلم خوبیه و پازیتیو واسش در دیتا ست قرار گرفته شده. به صورت ریاضی دیتا ست دی مون متشکل از یک جفت XI و YY هستش که XI نمونه ورودیه و YI برچسب یا کلاس مربوط به اون هستش. برای مثال در سنتیمنت آنالیسیس همون تحلیل احساسات، این فیلم عالیه برچسب مثبت میخوره و از این فیلم متنفرم برچسب منفی میخوره. تو این حالت مدل به راحتی میتونه رابطه بین متن و برچسب رو یاد بگیره. اما مشکل خب این یادگیری نظارت شده چی هستش که ما میخوایم روی بیاریم به روش partially supervised learning؟ بسیاری از مسائل واقعی جمع‌آوری داده کار سختی نیست، ولی برچسب گذاریشون به شدت سخته. مثلا ما میتونیم میلیون ها توییت رو توی 1 ساعت 2 ساعت کرال کنیم، ولی بیایم بشینیم ببینیم مثبت احساسش منفی خشم نفرته، خیلی وقت میبره و یک پروسه بسیار سنگین و هزینه بر هستش. ما اگه بخوایم 1 میلیون توییت رو تحلیل احساسات کنیم یا تصاویر پزشکی رو طبقه بندی کنیم یا صفحات وب رو بیایم دسته بندی کنیم بگیم به چه تگی مربوطن، خیلی کار آسونیه، ولی اون تعیین برچسبشون خیلی زمان بر و نیازمند نیروی انسانی متخصص هستش. پس ما در عمل با وضعیتی روبرویم که داده برچسبدارمون کمه و داده بدون برچسبمون خیلی زیاده. پس ما یادگیری نیمه نظارتی رو معرفی می‌کنیم که دقیقاً برای حل همین مشکل معرفی شده. ما در partially supervised learning یا همون یادگیری نیمه نظارتی، بریم فرمول ریاضیشو بیارم. علاوه بر اون مجموع کوچک داده های برچسب دارمون، حجم زیادی داده بدون برچسب هم داریم. در واقع داده برچسب زده شده ما L هستش، همون که پیشتر اشاره کردیم، و داده بدون برچسبمون U هستش، unlabeled هستش. مجموع داده بدون برچسب هستش که خالی هم و ما باید بتونیم برچسب گذاری رو انجام بدیم. هدف اینه که از اطلاعات موجود تو این داده‌های برچسبدار استفاده بکنیم تا یک مدلی رو یادگیری روش انجام بدیم. بعد اطلاعاتی که در داده‌های بدون برچسب هستن از اون اطلاعاتش استفاده کنیم و عملکرد مدل رو بهتر کنیم. به عبارت دیگه اگه بخوایم به بیان دیگه توضیح بدیم این مسئله رو، به جای نادیده گرفتن داده‌های بدون برچسب و آن لیبلدمون، ما تلاش میکنیم از ساختار و الگوهای موجود تو اونها استفاده کنیم واسه بهبود عملکرد مدلمون. دو روش کلی داریم واسه این کار. یکی روش LU هستش، L مخفف labeled و U مخفف unlabeled هستش که قرار تو این جلسه بررسی کنیم با دو الگوریتم سلف ترینینگ و لیبل پروپاگیشن، و یکیش هم پوزیتیو آن لیبل ریلینگ هستش که اینجا دیگه نمونه منفی نیستش، همه چیزا مثبت فرض میکنیم. یه مثال کلاسیک هستش واسه اینکه تشخیص بدیم یک ایمیل اسپم هستش یا اسپم نیستش. ما 100 تا کلا داده داریم، 50 تاش گفته این ایمیل با این مشخصات اسپمه، 50 تاش هم گفته این ایمیل با این مشخصات اسپم نیستش. در مقابل 9900 تا هم ایمیل داریم که اصلا هیچ اطلاعاتی نداریم. ما باید یک مدلی رو آموزش بدیم روی و لیبل دارهامون
یه بیسلاینی داشته باشیم، بعد از اون 1900 استفاده کنیم که مدلمون رو بهبود ببخشیم و دقت رو ببریم بالا. پیش از ادامه باید سه تا فرض رو مطرح کنیم. سه تا فرض اساسی رو باید مطرح کنیم که مدل های Partially Supervised Learningمون بر اساس اینها کار میکنن و میرن جلو. فرض اولمون فرض سموتنس هستش یا همون فرض هموارسازی. اگه دو تا نمونه تو فضای ویژگی ها به هم نزدیک باشن، احتمالاً باید برچسب یکسانی داشته باشن. یعنی اگه یه XI و یک XJ داشته باشیم که تقریبا شبیه هستن، نباید مدل دو تا جواب متفاوت به اونا بده. یعنی اگه دو تا جمله داشته باشیم، یکی جمله این فیلم عالی بود، یکی جمله این فیلم واقعا عالی بود، این دو تا خیلی شبیه همن، باید احساس یکسانی داشته باشن. پس مدل نباید تغییرات کوچیک در ورودیش باعث تغییر شدید در خروجیش بشه. دومین فرض و مهمترین و اساسی ترین فرضمون فرض کلاستر سامپشن یا فرض خوشه‌ای هستش. ما میگیم که نمونه هایی که داخل یک خوشه هستن معمولا متعلق به یک کلاسن. یعنی اگه داده ها رو نگاه کنیم خودشون خوشه بندی میشن بدون برچسب گذاری. یه تصویر اگه داشته باشید، بخوایم یه تصویر ذهنی داشته باشیم، فرض کنید دو داده داریم، یکی دایرن یکیشون مثلثن. اگه با نگاه کردن به اینا بخوایم یه ایده‌ای داشته باشیم، طبیعیه که دو تا خوشه داریم، دایره ها و مثلث ها. و این فرض باعث میشه که داده بدون برچسب هم یه مرز تصمیمی رو بتونه تعیین کنه. فرض سوم فرض منیفولد هستش. در فرض منیفولد میگیم که داده‌ها گرچه در فضا خیلی بزرگ مثلا هزار تا ویژگی نمایش داده میشن، اما در واقع روی یه ساختار کمبودتر قرار دارن. یعنی داده در کل فضا ممکن نیست پخش بشه، کل فضای برداری که مربوط به ویژگی ها هستش، بلکه روی یک سطح محدود و ساختارمندی قرار داره. مثال ملموسش مثال مدل برت هستش در پردازش زبان طبیعی. هر جمله به یک بردار 768 بعدی مپ میشه، اما همه این 768 بعد به طور واقع استفاده نمیشن. فقط جمله های واقعی روی یک زیرفضای معنیدار قرار دارن و دیگه از همه چی استفاده نمی کنیم. بعد از فهمیدن manifold ما میتونیم از الگوریتم مثل لیبل پروپاگیشن استفاده کنیم و مرز تصمیم رو روی ساختار واقعی داده تنظیم کنیم. اگه بخوایم خلاصه ارتباط این سه تا فرض رو با هم بیان کنیم، سموتنس میگه که نقاط نزدیک برچسب مشابهی دارن. کلاستر میگه اون نقاط مشابه خوشه مشترکی دارن و منیفولد میگه خوشه ها روی یک ساختار کمبود قرار دارن. پس تو یادگیری نیمه نظارتی ما فرض نمی کنیم فقط برچسب مهمن، بلکه فرض می کنیم خود شکل توزیع داده ها هم حامل اطلاعات مهمی درباره کلاس ها هستند. ما با زبان پایتون اینجا یک دیتا ستی رو ساختیم شامل 600 تا داده هستش تو دو تا کلاس، آبی و قرمز. آبی ها متعلق به یک خوشه، قرمز ها به یک خوشه. بعد اومدیم به صورت مصنوعی یه تعداد از اینا رو نگه داشتیم، چند تا آبی چند تا قرمز. میخوایم الگوریتم های سلف ترینینگ و لیبل پروپاگیشن رو معرفی کنیم با توجه به این نمونه هایی که لیبل زده شده هستن. نمونه خاکستریمون رو پیش بینی کنیم، بگیم آقا این آبیا و قرمزا رو داریم، ببینیم این یک خاکستری به کجا مپ میشن و بعد بررسی کنیم که کدوم الگوریتممون بهتر هستش. الگوریتم اولمون الگوریتم سلف ترینینگ هستش، از قدیمی ترین و دیگه ساده ترین الگوریتم های یادگیری نیمه نظارتی هستش. سلف ترینینگ ایده خیلی ساده ای داره. میگه مدل درباره یه نمونه بدون برچسب خیلی مطمئن باشه، احتمالاً پیش بینیش درسته روی اون داده. پس ما میتونیم پیش بینی مدل رو به عنوان یک برچسب جدید بپذیریم و اون نمونه رو وارد مجموعه داده آموزشی میکنیم و دوباره این فرایند خودآموزی رو ادامه بدیم و مدل هی از خودش یاد بگیره. فرض کنیم مثلا 100 تا داده داریم، 100 تا برچسب زده شدن، لیبل زده شدن، 10,000 تا غیر برچسب داریم.
اول میایم مدل رو روی اون 100 تا آموزش میدیم، بعد مدل روی داده‌های بدون برچسب هم پیش بینی انجام میده. خودش رو بهتر میکنه. فرضامون رو از قبل داریم، میدونیم که L همون لیبل دارمونه، U آن لیبل. هدف اینه که یه مدلی بسازیم که اجتماع این دوتا باشه واسه بهبود دقت و کانفیدنس بالا. 7 تکرار این الگوریتم اجرا میشه. حالا دونه دونه بهش میپردازیم هر کدوم از اینا چه معنایی دارن و چطور هستن. اول بحث ریاضیشو مطرح میکنیم. ما واسه هر نمونه این احتمال رو باید حساب کنیم. Px به شرط y. بگیم که x به چه احتمالی به مثلا کلاس پوزیتیو متعلقه، به چه احتمالی به کلاس نگاتیو متعلقه. یک عددی داشته باشیم. بعد این عددی که داریم و حساب شده رو با یک ترشهولدی به اسم تاو باید مقایسه کنیم. اگه از اون ترشهولد بالاتر باشه، یعنی کانفیدنسمون بالاتر باشه، میره تو چرخه آموزشمون اضافه میشه به دیتا ستمون. اگه نه هم رد میشه. این کار رو ما تا ارضا شدن سه تا شرط ادامه میدیم. اگه هیچ نمونه خیلی کانفیدنس بالایی دیگه نمونده باشه، اگه اون دیتا ست آن لیبلدمون خالی شده باشه، یا هم یه دونه ایتریشن ترشولد خاصی داشته باشه، مثلا میگیم 10 تا تکرار فقط این پروسه رو ادامه بده و دیگه الگوریتم تو ابد ادامه پیدا نمیکنه. پیش 7 استپ حالا الگوریتم رو بررسی میکنیم که چه مراحلی رخ میده. مرحله اولمون آموزش اولیه هستش. ابتدا فقط از داده‌های برچسب‌دار که ال هستن، فقط از این الا استفاده میکنیم تا مدل اولیه که fx هست رو بسازیم. اصلا با داده‌های آن لیبلمون اینجا کار نداریم. مرحله دوم پیش بینی هستش. روی داده‌های آن لیبلمون برای هر نمونه موجود x در اون دیتا ست یومون، برای هر سمپل احتمال شرطی که پیشتر اشاره شد رو حساب میکنیم. برای مثال ما همچین کامنتی داریم: بازی و داستان فوق‌العاده. مدل گفته که 98% احتمال داره این پوزیتیو باشه و 2% هم نگاتیو باشه. مدل میاد اینو یاد میگیره، چون از ترشولد بالاتره وارد شرخه آموزش و دیتا ستمون میشه. در مقابل هم یه نظری داریم که میگه بدترین فیلم تمام دوران‌ها و از اون 9% منفیه. این هم وارد چرخه میشه. ولی یک جمله‌ای که میگه the movie was okay moderate هستش، 55% گفته مثبت، 45% گفته منفی، این احتمالاً وارد مدلمون نشه. مرحله سوم اون میزان اطمینان رو ما محاسبه میکنیم. میزان اطمینان همون 98-99% CX مون. اگه از تاغمون که ترشهولدمون هستش میتونه 95 باشه، 99 باشه، بیشتر باشه، این هایلی کانفیدنت سمپلامون وارد ترینینگ دیتا ستمون میشن و نمونه‌های مطمئنمون اینجا دیگه انتخاب شدن. مرحله پنجم تولید سولو لیبل یا لیبل مستاییمون هستش. ما محاسبه میکنیم دیگه واسه اون دیتای آن لیبلدمون یه ایکسی داریم دیگه. ایکس همون دیتای آن لیبل هستش، وای هت هم لیبلی هستش که مدل پیش بینی کرده واسش. اینجا مثلا x 98% مثبته تبدیل میشه به x جمله و 98%ی که به پازیتیو مپ میشه تو همون جمله در کنار وایحتی که لیبلش هستش. مدل خودش دیگه داره لیبلاشو تولید میکنه و به صورت خودآموز این کار رو پروسر انجام میده. در وهله بعدی ما دیتا ستمون رو آپدیت میکنیم. هر نمونه‌ای که با وایحت جدید لیبل زدیم رو به دیتا ست اضافه میکنیم و از مجموعه بدون برچسبمون حذف میکنیم اون نمونه رو. مرحله بعدی مدل دوباره آموزش داده میشه و داده‌های بیشتری الان داره. الان اگه ما 500 تا داده داشته باشیم قبلش، یه 300 تا دیگه هم لیبل زده و 800 تا لیبل داریم. به صورت سلف ترینینگ
داده‌هاشو افزایش داده. شماتیک هم حالا اینجا هستش پروسامون. در مرحله اول ما یک مدل سوپروایزد روی اون لیبل دارامون آموزش میدیم، یک مدل اولیه‌ای داریم، بعد روی آن لیبل هامون پیش بینی انجام میدیم. با اون شرط تابمون و اطمینان خاطرمون لیبل های جدید رو وارد دیتا ست میکنیم، دوباره پیش بینی میکنیم و هی دادمون رو افزایش میدیم. اینجا مثالش هستش. ما همچین لیبلی رو داشتیم توی دیتا ستمون. من عاشق این فیلم هستم رو مثبت و این فیلم افتضاح رو منفی زدیم. کلاسیفایرمون میاد این جملات رو به این احساسات مپ میکنه و وارد چرخه میکنه داده های جدید رو. خب اینجا با کلاسیفایر SVC همون ساپورت وکتور کلاسیفایرمون پیش بینی انجام دادیم. تونسته 84% بهمون بگه. چی رو بگه؟ تونسته بیاد این نقاط خاکستری رو پیش بینی کنه که آبیان یا قرمزن با دقت 84%. اما طبیعتا یه سری مشکل داره این روش سلف ترینینگ. مهمترین مشکلش انتشار خطا یا ارور پروپاگیشن هستش. فرض کنید مدل با اطمینان 97% یک نمونه رو مثبت تشخیص میده، اما در واقع اون نمونه نگتیو هستش و از اونجایی که این شرط تاو رو ارضا کرده، برچسب اشتباه وارد مجموع آموزش میشه. مدل دوباره با آن آموزش میبینه و اشتباه هی تقویت میشه و در مراحل بعدی خطا هم افزایش پیدا میکنه. این کار باعث میشه کلا مدل به قولی بهتره که اشتباه هر سری لیبل ها اشتباه بزنه، هی این لیبل ها اشتباه وارد پروسه بشن و کلا مدل خراب بشه. چون اتکای مدل بر روی اطمینانش هستش این اتفاق رخ میده. حالا ما میتونیم با 3 تا روش کمی جلوشو بگیریم. مثلا تابمون رو خیلی بالا بگیریم که اگه مدل یکم اطمینانش پایینه چیزی واردش نشه، یا فقط یه سری از داده ها رو به صورت تاپ کی سلکشن انتخاب کنیم، یا یه سری روش های کالیبراسیون مثل تمپریچر اسکیلینگ و پلت اسکیلینگ و ایزوتونیک ریگرشن اعمال کنیم که معمولا خوب جواب نمیده. روش سلف ترینینگ و دقت پایینتری داره نسبت به الگوریتمی که در ادامه قراره بهش بپردازیم. فقط یک بیسلاین اولی هستش سلف ترینینگ که بدونیم این پروسه پارشلی سوپروایزد لرنینگ چطور رخ میده. مزایا معایبش رو که بررسی کردیم تا الان فهمیدید جریان چیه. ساده است و خیلی فلکسیبله، با مقیاس دادی بسیار بزرگ کار میکنه، هزینه ها رو میاره پایین، ولی در مقابل مشکلاتی مثل انتخاب تاف، ایرور پروپاگیشن و بایاسی که مدل داره خیلی میتونه به پیش بینی و آموزش ما صدمه بزنه. پس ما میایم یه الگوریتم جدید معرفی میکنیم. برخلاف سلف ترینینگ که بر اساس اطمینان مدل تصمیم میگرفت، لیبل پروپاگیشن بر اساس شباهت بین نمونه ها عمل میکنه. ایده خیلی ساده ای داره. نمونه های مشابه معمولا متعلق به کلاس مشابهی هستند. بخوایم شهودی بررسی کنیم، همون مثال دایره و مثلثه رو در نظر بگیرید. میبینیم که دایره ها خب طبیعتا خوشه دایره اند و مثلث ها خوشه مثلث هستند. لیبل پروپاگیشن هم همچین ایده ای رو میخواد پیاده سازی کنه با استفاده از گراف. یک گرافی رو میخواد بسازه که این الگوریتم رو پیش ببره. خب ما مثل نمونه سلف ترینینگ 2 تا دیتا ست داریم، دیتا ست ال که لیبل زده هان و دیتا ست یو که آن لیبل هامون هستن. میخوایم ببینیم که آیا میتونیم این نقاط مشترک رو به هم دیگه وصل کنیم و یک گرافی بسازیم و بر اساس اون لیبل ها خوشه بندی انجام بدیم به صورت نیمه نظارتی. مرحله اول الگوریتم ساخت یک گراف شباهت هستش.
تمام نمونه ها رو به صورت گره های یک گراف در نظر میگیریم، جفت وی و ای که وی مجموع گره هامونه، ای هم مجموع یال هامون هسته. ما یه دونه بین نمونه های مشابه یال ایجاد میکنیم و وزن یال ها را معمولا با این تابع گاوسیمون محاسبه میکنیم، یا با روشی مثل KNN میتونیم یه عددی رو به عنوان وزن به اینا ساین بکنیم. در واقع هرچه دو تا نمونه شبیه تر باشن وزن بزرگتری خواهند داشت. larger weight similar samples. مرحله دوممون مقدار دهی اولیه برچسب هستش. میدونیم یه سری کلاس داریم که لیبلشون مشخصه، A قرمز، B آبی، C سبز، یه سری هم unknown داریم. هدف اینه که با استفاده از این چیزهایی که میدونیم، این چیزهایی که نمیدونیم رو لیبل بزنیم، در واقع پروپاگیت کنیم لیبلمون رو. اگه اکثر همسایه های یک نقطه قرمز هستن، بس شاید خودش هم متعلق به اون کلاس باشه، یا اگه آبی هن شاید خودش هم آبی باشه. اینجاست که اون فرض منیفولدمون به کمکمون میاد که فرض سوممون بود و اینجا دقیقا این ایده رو پیاده سازی میکنه. بخوایم ریاضیوار هم به قضیه نگاه کنیم، ما ماتریس برچسب رو با F تعیین میکنیم. T هم میشه ایتریشن تیمون با یک قانون بروزرسانی که با ضرب ماتریس شباهت نرمال شده در ماتریس برچسب هستش. ما به یک شرط آپدیتی میرسیم، یعنی اطلاعات از همسایه ها ما دریافت میکنیم، اون امتیاز کلاس رو بروزرسانی میکنیم و دوباره برچسب‌ها رو هی انتشار میدیم و اینقدر این کارو میکنیم تا کانورت بشه، همگرا بشه مدل. در واقع اگه با شکل نشون بدم، ما این نمونه های آبی رو داریم، میایم اینا رو به هم وصل میکنیم. بعد اینکه وصل کردیم ماتریس شباهتمون رو ایجاد میکنیم، فرمول ریاضی رو روش اعمال میکنیم، انقدر تکرار میکنیم که ایتریشن جدید با ایتریشن قبلی از یک اپسیلونی بزرگتر باشن که به شرط کانورج شدنشون برسن، یعنی دیگه اینقدر اینا تکرار بشن که کامل مشخص بشه همسایه های یک داده آبی هن یا قرمز. خب مقایسه داشته باشیم بین سلف ترینینگ و لیبل پروپاگیشن. سلف ترینینگ مدل از پیشبینی های مطمئن خودش برای گسترش مجموعه آموزش استفاده میکرد، ولی تو لیبل پروپاگیشن به جای اعتماد به مدل از ساختار داده ها شباهت میان نمونه استفاده میشه تا اون برچسب توی گراف منتشر بشه. هر دو تا روش از حجم زیاد داده های بدون برچسب بهره میبرن، اما سلف ترینینگ بر اعتماد به مدل متکیه و لیبل پروپاگیشن بر اعتماد به ساختار داده ها تکیه داره. این دو سوال میپرسن. الگوریتم سلف ترینینگ میگه که کدوم پیش بینی ها کانفیدنت هستن و اطمینان بالایی دارن، ولی تو لیبل پروپاگیشن میپرسه که کدوم نقاط شبیه هستن. ما لیبل پروپاگیشن رو همون نقاطمون دوباره اعمال کردیم، همون خاکستری ها و آبیا بودن. لیبل پروپاگیشن هم روشون اعمال کردیم، هر نقطه رو اینطوری وصل کردیم، یا ساختیم، وزن دادیم و بعد دقتی که به دست آوردیم 91.5 فکر کنم هستش اکیوریسیمون. این دقت بسیار بالاتری هستش از سلف ترینینگ. ما تو سلف ترینینگ 84 داشتیم، ولی اینجا 91 داریم، خیلی مدل بهتر شده. چرا؟ چون سلف ترینینگ مدل یک پیش بینی میده، خیلی مطمئن باشه مثلا 98% ما فرض میکنیم درسته،
اما مشکل اینه اطمینان بالا تضاد با درست بودن مدل ممکنه با اعتماد بالا اشتباه کنه، مخصوصا وقتی داده کمه، مدل اولیه ضعیف باشه یا کلاسامون با هم اوورلپ داشته باشن. پس نتیجتا خطا وارد آموزش میشه و پخش میشه و پروپاگیشن رخ میده. ولی لیبل پروپاگیشن به خود لیبل اعتماد داره، به داده اعتماد داره. به جای اینکه بپرسیم مدل به چی فکر میکنه میپرسیم داده ها به چی شبیهن. یعنی ساختار داده مهمه، شباهت ها مهمن و گراف مهمه. اینجاست که اون تفاوت دو تا الگوریتم ملموستر میشه که چرا لیبل پروپاگیشن بهتر از سلف ترینینگ کار میکنه. در سلف ترینینگ یک نقطه خیلی مطمئن ولی اشتباه میتونه کل مدل رو خراب کنه، ولی در لیبل پروپاگیشن که یک نقطه اشتباه باشه همسایه‌هاش اون رو ترمیم میکنن و بهتر میکنن. اینجا بخش اول تموم میشه، بخش دومم قراره به کیو لرنینگ بپردازیم، ببینیم پوزیتیو آن لیبل لرنینگ چی هستش که اونم کنم باید بمونه به ویدیوی